اون حضرت تجسم عالی‌ترین مفاهیم انسانی است در مورد زن، مثل مادری، همسری، کدبانویی، تربیت فرزند، در عرصه همکاری با شوهر. در همه اینها اوج قله تصور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. با همین چشم ظاهربین که نگاه کنیم، این بزرگوار از طرفی همتراز علی ابن ابی طالب است، همسری با علی ابن ابی طالب که یک پاش در خانه است، یک پاش در میدان جهاد. تحمل این سختی ها، علی ابن ابی طالبی که چشم عالم وجود شبیه او رو بعد از پیغمبر مشاهده نکرده، فاطمه زهرا سلام الله علیها همسر همتراز یک چنین شخصیت است. مادر 4 خورشید درخشانه که 2 تاشون امام معصومند و سلسله نسل مبارک پیغمبر اعظم است که امروز به حمدالله در بعد از 1400 سال میلیون‌ها انسان در سراسر جهان به این نسبت مفتخرند. سلسله این نسبت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تربیت این 4 فرزند بی‌نظیر در دوران تاریخ، بعدم دادن اولین قربانی بعد از رحلت پیغمبر محسن. دختر عالی مقام پیغمبر است، دختری که پیغمبر دست او رو میبوسه، جلو پای او بلند میشه. در دوران کودکی مهنت شعب ابی طالب رو احساس میکنه و درک میکنه، مادر رو از دست میده. برای دختری در این سن بسیار دشواره، اما او در کنار این تحمل این دشواری کار بزرگی رو انجام میده و اون غمگساری پیغمبر است. این غمگساری هم دور ادامه پیدا کرد تا دوران مدینه و در احد و در خندق و در بسیاری جاهای دیگر که وقت پیغمبر فرمود فاطمه تو ام بیا. بعد مسئله هجرت، آزمون‌های بی‌نظیر دوران مدینه. تاریخ زندگی این بزرگوار عیناً منطبق با تاریخ رسالته، یعنی اندکی بعد از رسالت پیامبر این بزرگوار طلوع میکنه، اندکی بعد از رحلت رسالت و پیغمبر اکرم غروب میکنه. یعنی کاملا زندگی منطبق است با دوران رسالت و در نهایت شهادت خود او چند ماه بعد از پیغمبر. این زندگی کوتاه 18 ساله یا اندکی بیشتر این بزرگوار یک چنین ماجرایی داره که ماجرای مهمی است. اینجا مرکز مقاومت است.